بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. از این پیامبران ما بعضشان را بر بعض دیگری برتری دادیم. از ایشان کسی بود که خداوند با او سخن گفت، بعضی دیگر را به درجات ارتقا داد. به عیسی پسر مریم ما نشانه‌های روشنی دادیم و او را به روح القدس تأیید نمودیم. اگر خداوند می‌خواست آنهایی که بعد از این پیامبران بودند پس از آن که نشانه‌های روشنی به ایشان آمد با هم جنگ نمی‌کردند، ولی ایشان اختلاف ورزیدند. پس بعضی از ایشان ایمان آوردند و بعضی از ایشان کافر شدند. اگر خداوند می‌خواست ایشان با یکدیگر جنگ نمی‌کردند، اما خداوند آنچه را بخواهد می‌کند. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. ای مؤمنون، از رزقی که ما به شما ارزانی کرده ایم خرج کنید پیش از اینکه روزی فرا رسد که در آن نه خرید و فروشی میسر باشد و نه دوستی و نه هم شفاعتی را مستحق شوید و کافران هم ایشانند ستمگار. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. خداوند معبودی جز او نیست، زنده و به خود پاینده است، نه او را پینکی میگیرد و نه هم خواب. هر آنچه در آسمان ها و هر آنچه در زمین است از آن اوست. چی کسی است آن که به حضور او شفاعت کند مگر به اجازه او؟ آنچه را که در پیش روی و پشت سر بندگان است میداند و ایشان به چیزی از علم او احاطه کردن نمیتوانند مگر به آنچه که او اراده کند. کرسی او آسمان ها و زمین را در بر گرفته است و نگهبانی آنها او را خسته نمی سازد و او بسیار بلند مرتبه و بسیار با عظمت است. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها
والله سمیع علیم. در دین اکراهی نیست، بیشک رهیابی از گمراهی جدا شده است. پس کسی که از شیطان روی برمیتابد و به خداوند ایمان می آورد به دستگیره مستحکم چنگ زده است که هرگز گسستنی نیست و خداوند شنوا و داناست. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولياؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خداوند یاور مؤمنان است، ایشان را از تاریکی ها به روشنایی بیرون می آورد. و کافران یاورانشان شیطان است که ایشان را از روشنایی به تاریکی ها می کشانند. هم ایشانند اهل دوزخ و در آن همیشه به سر می برند. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا تو به سوی آن کسی ندیدی که با ابراهیم درباره پروردگارش مجادله کرد از اینکه خداوند به آن شخص پادشاهی داده بود هنگامی که ابراهیم گفت پروردگار من ذاتی است که زنده می‌گرداند و می‌میراند. آن شخص گفت منم که زنده می‌کنم و می‌میرانم. ابراهیم گفت حقا که خداوند آفتاب را از مشرق می‌آورد پس تو آن را از مغرب برآر. آن کافر مبهوت و درمانده شد و خداوند قوم ستمگار را هدایت نمی کند. او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یا مثال شخصی را که از دهکده گذشت که بر سقف‌های خود فرو ریخته بود گفت چطور خداوند اهل این دهکده را بعد از مردن آنها زنده می کند؟ پس خداوند او را 100 سال بمیراند سپس او را برانگیخت یعنی دوباره زنده گردانید و به او گفت چقدر در این حال درنگ کردی؟ او گفت شاید 1 روز یا قسمت از روز درنگ کرده باشم. خداوند گفت نه بلکه 100 سال درنگ کردی. به غذا و نوشیدنی خود ببین در آن تغییر نیامده است و به سوی خر خود ببین و برای اینکه تو را نشانه به مردم بگردانیم
و به سوی این استخوان‌ها یعنی استخوان‌های خر بنگر چگونه آنها را از جای آن بالا می کنیم و به هم پیوند می دهیم، باز آنها را با گوشت می پوشانیم. هنگامی که برای او این حقایق آشکار شد گفت میدانم که بیشک خداوند بر هر چیزی تواناست. قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. و به خاطر آور وقتی را که ابراهیم گفت پروردگارا برایم بنما که چطور مردگان را زنده می گردانی. خداوند گفت آیا باور نداری؟ ابراهیم گفت چرا نه، ولی برای اینکه دل من آرام گیرد چنین تقاضا کردم. خداوند گفت سپس 4 نوع از پرنده بگیر، سپس آنها را به هم آور یعنی توته کن و به هم آمیز. بعد از آن بر هر یک از این کوهها قسمت از آنها را بگذار، سپس آنها را بخواه. ایشان به سرعت به سوی تو می شتابند و بدان که خداوند صاحب قدرت منعم و با حکمت است. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثال آنانی که دارایی خود را در راه خدا خرج می کنند مثال دانه تخمی است که 7 خوشه و در هر خوشه 100 دانه می رویاند و خداوند برای هر کسی که بخواهد چندین بار زیاد می کند و خداوند گشایشگر و داناست. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آنانی که دارایی خود را در راه خدا خرج می کنند و در نفقه‌ای که کرده اند منتی نمی گذارند و آزاری نمی رسانند، برایشان ثوابشان نزد پروردگارشان است و بر ایشان ترسی نیست و نی هم ایشان اندوهگین می شوند. قول معروف و مغفرة خیر من صدقة يتبعها أذى والله غنی حلیم. سخن پسندیده و گذشت از خیراتی که در پی آن آزاری صورت گیرد بهتر است. خداوند بی‌نیاز و صاحب حلم است. یا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ای مؤمنان،
خیرات خود را با منت گذاردن و آزار دادن باطل نکنید، مانند کسی که دارایی خود را ریاکارانه برای زدن به چشم مردم خرج می کند و نی به خداوند ایمان دارد و نی هم به روز آخرت. پس مثال وی به سنگ صاف ماند که بر آن خاک باشد، بر آن باران تند ببارد و خاک آن را بشوید. چنین مردم قادر نخواهند بود از عمل خود حاصلی به دست آورند و خداوند گروه کافران را رهیاب نمی سازد. صدق الله العظیم. خداوند راشتگوی بزرگ است.